وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما ضرب تبع فضيلة أيام ذي الحجة ونش كذا الشرع ورج دقيس شلونك الله عز وجل مفرمتك والفجر وليالنا عشر، قسم بفجر وقسم برزهوي ذي الحجة. شلونك يا عبد الله بن عباس وجماعة السلف وخلف رحمه الله ضرب تبع وليالنا عشر وما دقيس كي رزهوي دروزي أول ذي الحجة حسن ويخد دولت بر فضيلة وبزرقي دروزي أول ذي الحجة مكنت. وبدون شك الله عز وجل قسانا من خدمة قلبك شيء عظيم وبرو يك چیزی خیلی عظیم و بزرگ. و همچنین در حدیث ورد شده که كاس عبد بن عباس اسكي بيوم صلى الله عليه وسلم فرمودن که ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني هي روزهای نیستن که عمل صالح در این روزها محبوب تر است پیش الله عز وجل از این روزها دیده. و حتی صحابه پرسیدن که قالوا یا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، حتی جهاد در راه الله هم صحابه ایراد در کردن که از هم عملی که پیش الله عز وجل محبوب است و عظیم است و بزرگ است اجر درجاش جهاد در راه الله است. از این خاطر فورا در ذهن صحابه مثال جهاد آمده، گفتن که حتی جهاد در راه الله هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهادی در راه الله هم الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که مگر مردی که خارج میشود به نفس و مالش و بر نمیگردد به هیچ چیزی، یعنی در راه الله شهید میشد، مگر این نفر اجر و درجهش بالا است. پس خوش به حال کسی که در راه جهاد در راه الله عز و جل در این ایام عظیم و بزرگ، پس باز عمل ای دو چندان پیش الله عز و جل محبوب تر است و اجر و درجهش زیادتر است. پس برای مسلمان که حریص به طاعت و عبادت الله عز و جل است، پس باید که در این روزها و وقتی که فضیلت ها را میفهمد، پس باید که کوتاهی نکند و این فرصت خیلی عظیم و بزرگ است. و چگونه که تاجرایی که وقتی که موسم تجارتشون فرا میرسد و تلاش میکنن و میخواهند که دو چندان ربح و فایده به دست بیاورن و وقتهاشون از ضایع نمیکنن بلکه کوشش و تلاششون زیادتر میکنن، پس تاجرانی برای الله عز و جل بیشتر باید که برای تقرب جستن به سوی الله عز و جل و در این موسمی طاعت و عبادت بیشتر و زیاد کوشش کردن باید که انجام بدهند. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله.